رفقا سلام علیکم، چطور؟ ادمین اتاق تری هستم خدمت شما با اتصال دادن ولت اوکی‌ایکس به چین گیم یا تغییر ولت. دوستان، پیشنهاد خود پروژه ولت اوکی‌ایکس بود و پیشنهاد بنده هم ولت اوکی‌ایکسه. الان میتونیم که یه گزینه اضافه کرده برای اون دوست از افرادی که میخوان ولتشون رو تغییر بدن میتونن انجام بدن. یه سری شایعات در فضای مجازی پر شده در مورد اینکه احراز هویت میخواد. زمانی که وارد ولت میشین دو تا قسمت داره که یه قسمت صرافی داره و یه قسمت ولت داره که ما با قسمت صرافیش کاری نداریم. توی ویدیو قبلی هم توضیح دادم. ولی خب بازم این شایعات زمانی که پخش میشه دیگه مردم هجوم میارن و کم ترسشون رو دارن. زمانی که وارد ولت میشیم ریجستر رو میزنیم دوباره. ببینید وارد فضای ولت میشیم، کانکت ولت رو میزنیم. قسمت بالا ببینید این بالا از من قبل انتخاب کردم. حالا برای شما ببینید قسمت بالا سمت راست، ببینید الان برای من زده روی چینه. شما زمانی که انتخاب میکنین اینجا خب برای شما نیست، میان این قسمت از سرچ میکنین چین، ببینید براتون میاره اینجا رو، خیلی راحت براتون میاره، روش میزنی. حالا برای من که از قبل انتخاب کردم هست. بعدش اینجا از شما در اجازه دسترسی کامل خاص ساین مسیج میخواید میزنید. ببینید اینجا دوباره شبکتون رو همون آن چین مینت میزنیم. حالا اگر بهش کدی دارید به همین سادگی خیلی راحت انجام شد و ولت شما الان کاملا متصل شده به چین گیم. باز هم میگم پیشنهاد خود پروژه و پیشنهاد بنده ولت اوکی‌ایکس، اما اگر کسی دستش روون تره به ولت های دیگه و راحت تره میتونه انجام بده و دنبال شایعات نباشین. هیچ مشکلی پیش نمیاد. ببینید که من خودم دارم با ولت اوکی‌ایکس کار میکنم، دارایی روش دارم و هیچ مشکلی هم تا به الان باهاش نداشتم.